الیاس عضو ارشد سابق نیروهای ویژه فرانسه پس از یک مأموریت فاجعه بار در افغانستان که در آن تمام اعضای واحدش کشته شدند و او تنها بازمانده بود از ارتش خارج می شود. به دلیل ضربه روحی شدید او زندگی محتاطانه و آرامی را در یک آپارتمان معمولی در فرانسه آغاز می کند و از مردم دوری می جوید. بی‌اعتمادی و نداشتن شغل ثابت بعد از خدمت او را در وضعیت بی‌ثباتی قرار داده است. یک شب قبل از ملاقات با دوستش هکتور، الیاس یک نوار چسب کوچک روی در آپارتمانش قرار می‌دهد تا از ورود احتمالی کسی با خبر شود. در کافه هکتور که یک شرکت امنیتی دارد، به الیاس پیشنهاد می‌کند از دختر یک خانواده ثروتمند اهل دبی در تعطیلات فرانسه محافظت کند. حقوق پیشنهادی بسیار خوب است، اما الیاس این پیشنهاد را رد می‌کند و ناگهان کافه را ترک می‌کند. با بازگشت به آپارتمان او متوجه می شود که نوار چسب روی در کنده شده. با چاقو و با احتیاط وارد می شود، اما با کمال تعجب صاحب خانه را می بیند که برای دریافت اجاره عقب افتاده آمده است. الیاس خجالت زده قول می دهد ماه بعد پول را بپردازد و کمی بعد دوباره به نزد هکتور باز می گردد تا درباره کار صحبت کند. هکتور جزئیات را توضیح می دهد و یک تلفن مخصوص برای شرایط اضطراری به او می دهد. الیاس به ویلای مجلل خانوادگی دبی میرسد و به یک جلسه امنیتی به رهبری جمال مسئول حفاظت ملحق می شود. جمال مسیرهای روزانه، برنامه‌ها و رویه‌های اضطراری را توضیح می‌دهد. در طول جلسه آمینه مادر نور و نور دختر نوجوان جذاب و سرکش میرسند. نور با دوچرخه میآید و به نظر میرسد به محافظان احترام نمیگذارد. جمال بر مأموریت اصلی الیاس تاکید می‌کند: حفاظت از آمینه و نور به هر قیمتی. نور دختر ششمین همسر یک ثروتمند قدرتمند نفتی ملقب به رئیس نفت است. بعد از جلسه الیاس برای استراحت به اتاقش هدایت می شود. حدود یک ساعت بعد او لباس رسمی بادیگاردها را می پوشد. اولین وظیفه‌اش نگهبانی از محوطه استخر در حین شنای آمینه است. در همین حال نور با دوچرخه‌اش در اطراف استخر می چرخد و برنامه‌های امنیتی را نادیده می گیرد. حرکات غیرقابل پیش بینی او باعث می شود الیاس تمرکزش را بین مراقبت از آمینه در آب و ردیابی نور تقسیم کند. آن بعد از ظهر یک بسته جلوی دروازه می رسد و الیاس برای تحویل گرفتن آن پایین می رود. نور از این حواس پرتی استفاده کرده و با دوچرخه‌اش از ویلا خارج می شود و ویلا را بدون محافظ می گذارد. الیاس فوراً متوجه می شود و به دنبالش می رود. قبل از اینکه نور خیلی دور شود، دو مرد موتور سوار راهش را می بندند. الیاس خطر را حس می کند و اسلحه‌اش را بیرون می آورد. مردان به سرعت به نور نگاه می‌کنند و سپس می‌روند. الیاس یک خالکوبی الماس روی دست یکی از آنها می‌بیند. او نور را فوراً به ویلا برمیگرداند. بعداً جمال الیاس را به خاطر بی‌احتیاطی و خارج کردن نور از منطقه امن سرزنش می‌کند. الیاس سعی می‌کند توضیح دهد که نور فرار کرده بود، اما جمال گوش نمی‌دهد. آن شب الیاس نور را می‌بیند که با تلسکوپ ستاره‌ها را تماشا می‌کند. نور به خاطر دردسری که برای الیاس ایجاد کرده بود عذرخواهی می‌کند و آنها درباره ستاره‌ها و آسمان شب صحبت می‌کنند. روز بعد آمینه و جمال در مورد خروج نور برای خرید و غذا خوردن بحث می‌کنند، اما جمال به خاطر تهدیدها مخالفت می‌کند. نور طرف مادرش را می‌گیرد و جمال را متهم می‌کند که با آنها مانند زندانی رفتار می‌کند. در نهایت جمال راضی می‌شود، اما اصرار می‌کند که الیاس باید همیشه همراهشان باشد. در راه رفتن به مرکز شهر، الیاس موجی از اضطراب همیشگیش را حس می‌کند و داروی خود را مصرف می‌کند. در راه بازگشت، الیاس یک موتور سوار با خالکوبی الماس را می‌بیند. او تهدید را حس می‌کند و یک تعقیب و گریز با سرعت بالا در خیابان‌های شهر آغاز می‌کند. آمینه به آرامی می‌گوید که بالاخره پیداشان کرده‌اند. الیاس به طور ماهرانه‌ای از آنها فرار می‌کند و آنها را سالم به ویلا برمیگرداند. الیاس از نور میپرسد که چه کسی دنبالشان است. نور بالاخره حقیقت را فاش میکند. آنها برای تعطیلات نیامدند، بلکه از ناپدریش همان رئیس نفت فرار کردند. رئیس نفت سعی کرده بود نور را مجبور به ازدواج با یک شریک تجاری بسیار مسن‌تر کند. جمال مخفیانه فرار آنها را به فرانسه ترتیب داده بود. کمی بعد از این اعتراف یک تک‌تیرانداز شیشه را میشکند و جمال را میکشد. مشخص میشود نیروهای رئیس نفت
نفت از همان ابتدا ویلا را محاصره کرده بودند و به هر کسی که حرکت می‌کرده شلیک می‌کردند. مهاجمان به ویلا هجوم می‌برند و با نگهبانان درگیر می‌شوند. در میانه نبرد الیاس به سمت طبقه بالا می‌رود تا آمینه و نور را پیدا کند. یکی از مهاجمان آمینه را در کمد پیدا می‌کند. الیاس به موقع می‌رسد و او را خنثی می‌کند. آمینه التماس می‌کند که الیاس نور را نجات دهد زیرا او را به سمت استخر بردند. الیاس نور را پیدا می‌کند که دست و پایش بسته شده است. او سریع و بی صدا مهاجمان را از پا در می‌آورد. نور را نجات می‌دهد و به همراه آمینه با یک ماشین دیگر از ویلا فرار می‌کنند. در طول فرار یک ماشین سیاه تعقیبشان می‌کند. الیاس با کوبیدن به آن باعث تصادفش می‌شود و فرصت فرار پیدا می‌کند. او سپس ماشین را در یک پارکینگ عمومی می‌گذارد و تمام تلفن‌هایی را که ممکن است ردیابی شوند نابود می‌کند. آنها با اتوبوس عمومی به محله‌ای فقیرنشین می‌روند و به خانه مگان خواهر ناتنی الیاس پناه می‌برند. رابطه‌شان پرتنش است اما مگان با بیمیلی قبول می‌کند. او حتی از یک دوستش می‌خواهد که زخم‌های الیاس را درمان کند. آمینه 2 الماس کمیاب به مگان می‌دهد تا از او تشکر کند. صبح روز بعد الیاس با مگان که وحشت زده به اتاقش می‌آید بیدار می‌شود. تلویزیون الیاس را به عنوان یک فراری معرفی کرده و او را به قتل جمال، نگهبانان و سرقت جواهرات متهم می‌کند. الیاس می‌فهمد که این یک تله است. او مصمم برای پیدا کردن مقصر اصلی به سراغ هکتور می‌رود. هکتور از همه چیز بی‌خبر است و با دیدن اخبار شوکه می‌شود. آنها با هم به ویلا برمیگردند تا فیلم دوربین‌های مداربسته را پیدا کنند. خرابی‌های ناشی از درگیری ناپدید شده است. آنها فیلم‌ها را بررسی می‌کنند و هکتور یک کلیپ کوچیک ویران نشده پیدا می‌کند که نشان می‌دهد شلیک کننده الیاس نیست، بلکه مردی است که سگ نور گازش گرفته است. هکتور به یاد می‌آورد که دورانت الیاس را برای این کار توصیه کرده بود. آنها به خانه دورانت می‌روند و او تحت فشار اعتراف می‌کند که فیلم‌ها را دستکاری کرده و از رئیس نفت پول گرفته است. الیاس در عصبانیت دورانت را می‌کشد. صبح روز بعد الیاس و هکتور آمینه و نور را در خانه مگان ملاقات می‌کنند. هکتور پیشنهاد می‌دهد آنها را در یک کانتینر کشتی که به انگلیس می‌رود قاچاق کنند. در راه الیاس یک مرد مشکوک را می‌بیند که وارد یک ون می‌شود. او دنبالش می‌رود و جای گاز گرفتگی سگ را روی دست یکی از آنها پیدا می‌کند. او می‌فهمد که آنها مزدوران رئیس نفت هستند و به هکتور اصرار می‌کند که سریعتر حرکت کنند. آنها به کانتینر می‌رسند و آمینه و نور به همراه سایر مهاجران وارد می‌شوند. نور بیتاب می‌شود و الیاس با بیمیلی با آنها ملحق می‌شود. 3 ساعت بعد کامیون ناگهان متوقف می شود. در کانتینر به زور باز شده و مردان مسلح شروع به تیراندازی می کنند. افراد رئیس نفت آنها را پیدا کرده بودند. در این هرج و مرج نور دستگیر و بیهوش می شود. آمینه کشته می شود. الیاس با پنهان شدن پشت یک مسافر مرده وانمود می کند که مرده است و فرار می کند. جای دیگر هکتور نیز توسط مردان با خالکوبی های الماس شکنجه شده و کشته می شود. الیاس به سراغ یکی از رفقای قدیمی ارتشش که خلبان بود می رود و برای پرواز به دبی از او التماس می کند. خلبان قبول می کند و یک پرواز اضطراری آماده می کند. الیاس بالای هتل فرود می آید و با چتر روی پشت بام می پرد. او 2 نگهبان را از بین می برد و با استفاده از کارت شناساییشان وارد اتاق نور می شود. با به صدا در آمدن آژیرها نگهبانان مسلح راهرو را پر می کنند. الیاس با شدت می جنگد و آنها را یکی یکی از پا در می آورد. پس از اطمینان از امنیت الیاس نور را به آسانسور مخفی هدایت می کند. مسیر آنها از سویت شخصی رئیس نفت می گذرد اما نور با گریه از الیاس التماس می کند که به ناپدریش صدمه نزند و فقط روی فرارشان تمرکز کند. آنها به پشت بام می رسند و الیاس با چتر نجات با نور فرار می کند. 2 روز بعد آنها به یک روستای دورافتاده در مراکش می رسند، جایی که عمه الیاس تنها زندگی می کند. او به گرمی از آنها استقبال می کند و قبول می کند بهشان پناه دهد. الیاس تصمیم می گیرد با نور در آنجا ساکن شود. 1 ماه می گذرد. نور زندگی جدیدی را آغاز می کند. به مدرسه محلی می رود و از زندگی ساده دور از محدودیت های گذشته‌اش لذت می برد. 1 روز صبح نور فیلم اصلی ویلا را که الیاس و هکتور کپی کرده بودند آپلود می کند. فیلمی که دروغ‌های رئیس نفت را فاش می کند. نور حالا شادتر و آزادتر به نظر می رسد و الیاس همیشه کنارش است و با او مانند دختر خودش رفتار می کند.